بقعه سید علی فرزند سید بهاءالدین معروف به شاه رکن الدین در بخش شرقی محله صحرا به در دزفول واقع است. تاریخ ساخت این بقعه به دوره تیموریان در حدود سالهای 800 هجری قمری میرسد که البته طی قرون متمادی چندین بار تعمیر و ترمیم شده است. سید علی شاه رکن الدین عارف و زاهد قرن 8 هجری قمری است. آنچنان که در تاریخ آمده وی اهل شیراز بوده و در 18 سالگی به خوزستان و لرستان آمده و سپس به سامرا می رود. وی بعد از مدتی جهت تبلیغ و ارشاد به دزفول می آید. او مانند اکثر زهاد و عرفا برای اینکه احتیاجش به غیر نیفتد شغل زرگری را پیشه کرده و از این راه امرار معاش می کند. مرحوم سید علی داعی دزفولی در کتاب تذکرة الاخیار و مجمع الابرار که در سال 1242 هجری قمری نگاشته در مورد شاه رکن الدین چنین می نویسد: نسب این سید عالی قدر با 14 واسطه به حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام می رسد. چون در شیراز پاره‌ای از کرامات او به ظهور می رسد، حاکمان قصد جان او می کنند. ناچار به دزفول می آید و با اسم شاه رکن الدین به ارشاد و تبلیغ دین حق می پردازد. مسافر ما غرق در آرامش آبی کاشی‌های فیروزه تا لاجورد آسمان پرواز می کند و به راستی برای آفتابی شدن کجا بهتر از لحظه‌های آسمانی بودن است؟ برای دریایی بودن، برای قدم زدن در کوچه باغ عرفان کجا زیباتر از نشستن در خلوت شیدایی عارفان؟ مسافر ما گویی به اعتکاف در شبستان مولانا نشسته است، رها از رنج‌ها و دردها، غوطه‌ور در کهکشان‌های عشق. بقعه و بارگاه شاه رکن الدین از اماکن معنوی و روحانی دزفول است که بعد از حرم مطهر سبزقبا و رودبند زیارتگاه مردمی شیفته به خاندان نبوت است که آرامش را در وجود پربرکت این بزرگان می جویند و با اعتقادی راسخ به کرامات آنان به درگاهشان عرض نیاز می برند و به آنان توسل می جویند. سید جلیل القدر سید علی شاه رکن الدین زیارتنامه‌ای جامع داشته که در دوران تعمیر و مرمت به هنگام موشکباران عراق متاسفانه مفقود می شود. اما خوشبختانه این زیارتنامه از محفوظات خدام و نوادگان آن حضرت بوده و مجدداً مقابله و بازنویسی می شود. سلام بر تو ای سید زکی، ای دعوت کننده مخفیانه به سوی خدا. سلام بر تو ای طاهر، ای ولی. درود بر تو ای سید علی شاه رکن الدین فرزند موسی، فرزند جعفر، که درود بر همه آنان باد. شهادت می دهم که تو باب خداوندی و اینک به قصد زیارت به سوی تو آمدم. از تو می خواهم که شفیع من به درگاه خداوند عزوجل شوی در برآوردن تمامی حاجاتم به حق پدران پاکت. سلام بر تو و اجداد پاک تو باد.